زشت نباش. پاشو لباساتو عوض کن، پاشو آرایش کن، بدلیجاتتو جواهرالاتتو تنت کن. برای کی نگهشون داشتی؟ برای مراسم ختمه؟ پیرن بپوش، دامن بپوش، لباسای گوگلی مگولی بپوش. حتی وقتی میری دستشویی هم لباس خوب تنت باشه، میکاپ رو صورتت باشه که وقتی از جلوی اون آینه رد میشی خودت توی آینه میبینی میگی وای چقدر خوشگلم، چقدر کیوتم، چقدر نازم. و باور کن همین کارهای کوچیک رو گفتگوی ذهنی تو با خودت تأثیر میذاره. به جای اینکه توی آینه خودت ببینی و بگی وای زیر چشام چقدر گود شد، چقدر سیاه شده، لک‌های صورتم، چروکا چقدر دیگه دارم پیر میشم، وای این چه قیافه‌ای، واقعا زشتم و کجای من خوشگله. به جاش میگی وای چقدر خوشگل شدم، چقدر ناز شدم، اوف چه جیگری هستی تو، قربون تو من برم. والا فردا پس فردا میافتی میمیریم، هیچی هم نمیتونی از این دنیا با خودت ببری. ولی باز خوشگلاتو برای چی نگه داشتی؟ برای کی نگه داشتی؟ کی مهمتر از خودت؟ پاشنه بلنداتو توی خونه بپوش، ل آینه برقص، قربون صدقه خودت برو. تمام اینا روی فرکانس تو تاثیر میذاره، فرکانس تو رو بالا میبره و اگر فرکانس تو بره بالا کیفیت زندگیت میره بالا. وای آریناس حوصله داری یا؟ بله آدم اگه خودشو دوست نداشته باشه، خودش برای خودش ارزشی نداشته باشه، طبیعتا حوصله خودش هم نداره.